بفهم عصبی ها. سلام. من شاکیم از زندگیمو رضایت نمیدم، نمیدونم چرا یه جا بند نمیشم، نمیدونم چیه ولی یه چی سر جاش نیست. چرا شبا کاری میکنم واسه یه ساعت بمیرم، کسی نی بگه نرو پس میرم از اینجا. من این خونه واسه من خالیه، میرم دلیل دارم، دوست ندارم انقدر گوشگیر و ضعیف باشم. اثر نداشت دکتر این قرصای جدید واسم. من مودی نبودم که، من دودی نبودم که